به نام خداوند بخشنده مهربان. نقره ماهی. نویسنده محسن چینی فروشان. تصویرگر سید میثم موسوی. از انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان. آن دورهای دور دریایی بود بزرگ و زیبا. زیر این دریا جنگلی بود قشنگتر از جنگل‌های روی زمین. همه ماهی‌ها زندگی در آنجا را خیلی دوست داشتند. نقره ماهی قصه ما هم در جنگل زیر دریا با بچه‌هایش زندگی می‌کرد. نقره ماهی و بچه‌هایش هر روز برای پیدا کردن غذا از این طرف به آن طرف شنا می‌کردند. بعضی وقتها غذای زیادی به دست می‌آوردند. بعضی وقتها هم غذا کم بود. بعضی روزها آرام و بی درد سر می‌گذشت. بعضی روزها هم پرخطر و پردرد سر. نقره ماهی از زندگی تکراری زیر دریا خسته شده بود. از آن همه آب خسته شده بود. دلش می‌خواست برود جای دیگر، جایی که این همه آب نباشد و آسان و بی درد سرتر غذا پیدا کند. نقره ماهی فکر می‌کرد شاید آن بالاها آنجا که کشتی‌ها به طرف خشکی‌ها می‌رفتند دنیای قشنگتر و زندگی بهتری باشد. نقره ماهی آنقدر به آرزویش فکر کرد تا بالاخره تصمیمش را گرفت، رفت و به بچه‌هایش گفت مجبور است مدتی آنها را تنها بگذارد و به یک سفر پرخطر برود. بچه‌هایش غصه دار شدند. گفتند ما را هم با خودت ببر. نقره ماهی به بچه‌هایش گفت وقتی دنیای تازه و قشنگ را پیدا کرد می آید و آنها را با خودش می برد. بعد از آنها خداحافظی کرد و به طرف بالا و آرزوهایش شنا کرد. در راه منظره های زیبایی دید. عروس های دریایی باله هایشان را باز و بسته می کردند. ماهی های رنگارنگ ریز و درشت شناکنان این طرف و آن طرف می رفتند. خرچنگ ها لابلای مرجان ها دنبال چیزی برای شکار می گشتند. ماهی های کوچک دست جمعی شنا می کردند و مواظب بودند که ماهی های بزرگ به آنها حمله نکنند. یکی دو بار هم نزدیک بود ماهی بزرگ نقره ماهی را شکار کند، اما او تند و فرز فرار کرد. نقره ماهی به بچه‌هایش فکر می‌کرد. آنها منتظر بودند که او دنیای تازه را پیدا کند و برگردد و آنها را با خودش ببرد. با همین فکرها به سمت بالا و به طرف آرزوهایش شنا کرد. شنا کرد و شنا کرد تا اینکه به سطح آب رسید. نور تند خورشید چشمهایش را میزد. سرش را زیر آب برد. کمی صبر کرد. بعد چند بار بالا و پایین پرید. وقتی چشمهایش به نور خورشید عادت کرد، به دور و برش نگاهی انداخت. همه جا آب بود و آب بود و آب. آن دورها چشمش به یک قایق افتاد. فکر کرد شاید آن قایق دارد به سمت ساحل می رود. خیلی خسته شده بود. دیگر نای شنا کردن نداشت. اما یاد بچه‌هایش که افتاد نیرویش را جمع کرد و به سمت آرزوهایش شنا کرد و شنا کرد. موج‌ها او را بالا و پایین می بردند و جلو رفتن را برایش سخت می کردند. اما باز هم شنا کرد تا توانست ساحل را ببیند.
امیدوار شد. نیروی بیشتری گرفت. ناگهان یک موج بلند و بزرگ او را از جا کند و با خودش برد. نقره ماهی گیج گیج شده بود. وقتی به خود آمد موج برگشته بود و او را روی شنها جا گذاشته بود. حالش بد بود. آفتاب ساحل تنش را می سوزاند. بدنش درد می کرد. نفس کشیدن برایش سخت شده بود. داشت خفه می شد. همانجا بود که فهمید بیرون از آب زنده نمی ماند. برای رسیدن به آب چند بار بالا و پایین پرید. اما هر بار روی شنها افتاد. بدنش بیشتر و بیشتر درد گرفت. نقره ماهی با غصه به دریا نگاه کرد. یاد بچه هایش افتاد و غصه اش بیشتر شد. چقدر آنها را دوست داشت. با خودش گفت کاش می توانستم فقط یک بار دیگر آنها را ببینم. فقط یک بار. آخرین نفسهایش را می کشید که یک لحظه فکر کرد دارد بچه هایش را می بیند. تمام نیرویش را جمع کرد. بار دیگر خودش را از روی شنهای ساحل کند و به هوا پرید. همان موقع موج بزرگی از راه رسید و او را به دریا برگرداند. نقره ماهی تند شروع کرد به نفس کشیدن. کم کم حالش بهتر شد. از گیجی که درآمد پشت به ساحل کرد و رو به دریا شنا کرد. نقره ماهی دوست داشت زودتر به بچه هایش برسد تا قصه قشنگ آبها را برایشان تعریف کند.